شروع میشه ویدیو. جدیداً به اوج فعال بودن خودم رسیدم. نه امارات پشت سرم میبینیم واسه بازدید داخلش بچه‌ها رو میتونم برم توش را برم. بعد از استخر الان پیش به سوی سینما بریم فیلم ببینیم. یه دونه هست بلینک ها، نمیدونم اسم بعدیش چی بود ولی میدونم توش بلینک داره. فکر کنم قراره که از دست بدیم سینما رو. اومدیم الان اینجا یه راهروی میگه باید 10 دقیقه ازش رد شیم. 10 دقیقه ازش رد شیم. A few moments later. یعنی ضربان قلبم وحشتناک داره میزنه. از ترس پشمام ریخته. انقدر ترسم تا صحبت کنم. مثل این ترسوا به ما گفتش که هر وقت خیلی ترسیدین یه راهرویی بود باید راه میرفتی. ویدیوی قبلی قطع شد چون گوشیم پر شده بود. گفت راه میرین راهروش کلا 10 دقیقه است. بسته به خودتون داره. ممکنه بیشتر طول بکشه، ممکنه کمتر طول بکشه. من دیگه انقدر من اسکیپ روم خیلی تو تهران رفتم ولی اصلا اینجوری نبود. توش خیلی ترسناک بود دیزاینش. حتی اصلا قبل از اینکه شروع بشه من پشمام ریخته بود. دیگه وسط را دستامو گرفتم بالا و گفتم میخوام بیام بیرون. انقدر ترسیده بودم بازی رو لغو کردم. نتونستم ببینم آخرش چه شکلیه. الانم داریم میریم سینما فیلم رو ببینیم. اسم فیلمش هم بلینکه. یه 2 دقیقه دیگه شروع میشه. نمیدونم بهش میرسیم یا نه چطوریه. پشمام ریخته. یعنی واقعا اگه فکر میکنین واقعا اوکی بیاین ولی خب اینه که مثلا قوانین رو میدونن تاچ و این چیزا اصلا نمیکنن. اما تو تهران من رفته بودم اسکیپ روم. من خب نمیترسیدم اصلا نمیترسیدم. بعد
دیگه میخواست صدشو بذاره منو بترسونه، قشنگ داشت منو تاچ میکرد که منو خیلی بترسونه، ولی اینجا نه، اینطوری نبود اصلا. ولی خودم انقدر ترسیده بودم، خیلی وحشتناک بود، مثلا سر تو بشقاب بود و فلان، یه چیز خیلی ترسناکی. دیگه دستامو گرفتم بالا، فکر کنم کلا 1 دقیقه طول داد اومدم بیرون. اومدم مثل جوگیرا حرکت بالریانا رو در بیارم، گند زدم. یه دونه دیگه براتون میرم. اومدیم اسکی. امروز خیلی فعالم. استخر اتاق ترسناک، سینما، بعدم اسکی. استفاده 100% از دو پیمان. I'm not prepared.